در ادامه تلاش برای ایجاد فرصت‌های آموزشی برای جوانان به خصوص دختران، یک مرکز آموزشی زیر نام اکادمی پیام امید به طور آنلاین آغاز به فعالیت کرده است. ساحه کار این نهاد طوری که از نامش پیداست، ارائه خدمات آموزشی در سطح مکتب از صنف 7 الی 12 می باشد. سمیع الله رامکی، یکی از مؤسسین این نهاد، به رادیو آزادی چنین گفت: این اکادمی به ابتکار آقای فریدالله حارس و بانو زرغون پامیری به همکاری‌های تکنیکی و مسلکی خودم آغاز به فعالیت کرد. اکادمی پیام امید طوری که از نامش پیداست یک نهاد آموزشی و علمی است که به همین اساس ساحه کار این نهاد هم در مجموع ارائه برنامه‌های آموزشی و علمی برای دانشجویان و دانش آموزان افغانستان است. سمیع رامکی میگوید در نخست کار این نهاد محدود میشد به تدریس مضامین مکتب، اما با گذشت زمان و بنابر نیاز جوانان کشور، این نهاد ساحه کارش را به آموزش حرفه و هنر نیز گسترش داده است. در نخست ساحه کار اکادمی پیام امید محدود می شد به ارائه برنامه‌های درسی در سطح مکتب از صنف 7 الی 12، او هم تنها در سطح چند تا مضمون ساینسی، زبان انگلیسی و کامپیوتر. اما با گذشت زمان، با توجه به علاقمندی و نیاز دانش آموزان و دانشجویان، بورد رهبری اکادمی پیام امید تصمیم به گسترش و توسعه برنامه‌های خود گرفتند و اکنون این نهاد نه تنها این که برنامه‌های درسی مکاتب صنف 7 الی 12 را برای دانش آموزان و دانشجویان ارائه می‌کند، بلکه در کنار او برنامه‌های آموزش حرفه‌های مختلف برای بانوان، همچنان برنامه‌های یادگیری هنرها مانند هنر رسامی، هنر نقاشی، هنر خطاطی، سخنرانی، فن بیان و همچنان بعض برنامه‌های درسی سطوح دانشگاه را به صورت پراگنده برای او عده از بانوانی که از ادامه تحصیل باز ماندن ارائه می‌کنند. سمیع الله رامکی میگوید انگیزه اصلی ایجاد این اکادمی مساعد ساختن شرایط آموزش برای جوانان است. در واقع انگیزه اصلی ایجاد این اکادمی مساعد ساختن شرایط یادگیری و آموزش برای دانش آموزان، به ویژه او ایده که فرصت یادگیری در مکاتب در دانشگاه ها از پیششان گرفته شده بر از اونا می باشه. اما این نهاد را ما نخواستیم محدود بسازیم تنها بر قشر بانوها، یعنی هر کسی که دوست داره میتونه از صنفهای ما به طور آزادانه و به طور مساویانه از درس ها و از برنامه ها مستفید شود. اما اکیداً بگویم که بیشتر انگیزه ایجاد این نهاد بر ما یک ادای مسئولیت اجتماعی، ایمانی، وجدانی و انسانی بوده تا در قبال هم وطنا و جوانا و هم نسلای خود همون مسئولیت خود را ادا کرده باشیم. آقای رامکی به رادیو آزادی میگوید در حدود 5000 جوان در این نهاد به طور آنلاین با استفاده از پلتفرم‌های مختلف مصروف آموزش هستند و در حدود 2000 فارغ نیز داشته است. در مجموع تعداد دانش آموزان و دانشجویانی که از برنامه‌های آموزشی اکادمی پیام امید مستفید میشن به 5000 تن میرسند که از این مجموعه حدود 90% یا 95% آن را طبقه اوناس و 5 الی 10% آن را طبقه ذکور تشکیل میدن. تعداد صنوف که همه روزه از طریق اکادمی پیام امید برای دانش آموزان برگزار میشه به 50 و یا هم 52 صنف
میرسه که در ساحات مختلف توسط اساتید مختلف به اشکال مختلف، البته همه آنلاین اما با استفاده از پلتفرم های مختلف ارائه میشه. ما حدود 2000 دانش آموز را تا در صنف‌های مختلف در بخش‌های مختلف فارغ دادیم که شامل صنف‌های روانشناسی، صنف‌های زبان انگلیسی و بعضی از مضامین ساینسی مکتب میشه و یک تعداد از صنف‌های دیگه هم در شرف فارغ شدن هستند که به زودی بخیر شاهد فراغت و جشن فراغتشان خواهد بودیم. این اکادمی بر علاوه ایجاد فرصت‌های آموزشی آنلاین، فرصت آموزش حضوری را برای آن از جوانانی که نمی‌توانند به طور آنلاین درس بخوانند با امضای تفاهم‌نامه با مراکز آموزشی دیگر فراهم می‌سازد. آقای رامکی در این مورد گفت: هدف اصلی امضای تفاهم‌نامه‌ها میان اکادمی پیام امید و بعض از اینستیتوت‌ها و نهادهای آموزشی دیگر ایجاد سهولت، گرفتن تخفیف، مساعد کردن شرایط آموزشی حضوری برای یک عده از دانشجویان و دانش آموزان اکادمی پیام امید که نمیتونن از طریق آنلاین درس‌هایشان را خوب در فرا بگیرن می باشن. ما توانستیم با امضای این تفاهم‌نامه‌ها با نهادهای آموزشی دیگر فرصت یادگیری حضوری را برای او عده از دانش آموزایی که اجازه و امکانات یادگیری حضوری را دارند به شکل بسیار خوب با تخفیف 50 الی 70 الی 100% را برای یک عده زیاد از دانش آموزا و دانشجویان افغانستان مساعد کنیم که از طرف جامعه بسیار مورد ستایش و پذیرش قرار گرفته است. سمیر رامکی میگوید کار برای ایجاد یک کریکولم ویژه برای برنامه‌های درسی از سطوح مختلف از طرف رهبری این اکادمی جریان دارد. در واقع رهبری یا اعضای رهبری اکادمی پلان‌های بسیار وسیع و گسترده و خوب برای آینده به خاطر اکادمی دارند. کار جریان داره. یک تیم خاص روی ایجاد یک کریکولم ویژه برای برنامه‌های درسی در سطوح مختلف کار میکنه و که کار از او هم تا یک حد پیش رفته. انشالله به زودی برنامه‌های جدید با کریکولم‌ها و تقسیم اوقات‌های نو آغاز میشه. همچنان تلاش میکنیم که بتوانیم نهادمان را با ساختار یا یک پلتفرم معیاری و نمونه تجهیز بکنیم تا این که شاگردا، استادا، همکارا و تمام علاقمندای ما با سهولت و با آرامش بیشتر از فرایند یادگیری و یاددهی لذت ببرند. در قسمت توسعه کارها تلاش داریم اکادمی را از سطح افغانستان بیرون بکنیم در سطح منطقه و بالاخره اگر یک روز بتونیم در سطح جهان یک نهاد آموزشی دارای اعتبار و یک نهاد آموزشی که تدریس با کیفیت در اوج صورت بگیره بسازیم. مروه یک تن از شاگردان این اکادمی است. او میگوید در حدود 1 سال می شود که در اکادمی پیام امید درس می خواند و از کیفیت خوب تدریس استادان این نهاد خیلی خوشحال است. من 1 سال است که در این اکادمی درس می خوانم و از این فرصت به شدت خرسندم. در این مدت من ژورنالیسم، فن بیان و اخیراً انگلیسی را یاد گرفتم. البته در این اکادمی درس‌های مختلف تدریس می شود، اما من به دلیل علاقه شخصی خودم این رشته‌ها را انتخاب کردم. کیفیت درس‌ها در اکادمی پیام امید بسیار بالا است و اساتید با تجربه و مجرب با زحمات بی‌وقفه خود بهترین آموزش‌ها را برای ما ارائه می‌کند.
با وجود مشکلات بزرگ همچون بی‌برقی و ضعف اینترنت در افغانستان، ما با همه این چالش‌ها درس می‌خوانیم و به تحصیل ادامه می‌دهیم. در شرایطی که حق تحصیل از دخترای افغان گرفته شده، اکادمی پیام امید با فراهم کردن آموزش آنلاین زمینه بسیار خوبی را برای ادامه تحصیل دختران افغان فراهم کرده است. این اکادمی به ما امکان می‌دهد تا بدون در نظر گرفتن محدودیت‌ها به آموزش با کیفیت دسترسی داشته باشیم. رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و به کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.